در مورد حضرت بیبی فاطمه و وفات ایشون که برخی قائلن که در همین ایام یعنی ماه جمادی الاخری، سوم جمادی الاخری شهید شدن. یک توضیحات اول این که این خودش درست نیست، اشتباهه که تاریخ شما پیوند بدیم به سوم، چون که سوم نبوده. این تصریح هست که حضرت صلی الله علیه وسلم 12 ربیع الاول وفات کردن و بعد از 6 ماه بیبی فاطمه وفات کردن. خب 6 ماه رمضان میشه دیگه، رمضان فوت کردن بیبی فاطمه. بعد تو کتابهای ظاهرا شیعه نیست، همین از کجا اومده، برخی میگن زمان خاتمی، به خاطر اینکه دل بعضی مراجع تقلید رو به دست بیاره که بریشون برچسب میزدن که شما زیاد بر مذهب تشیع پابند نیستید و سنی شدید و فلان، اومدن بهشون گفتن که یعنی سالهای 83 و 4 یا 82 که همین شما این ایام فاطمی رو رسمی کنید و شهادت ایشون رو تصویب کنید. متاسفانه مسئله تو مجلس رفت و مجلس تصویب کرد هم تعطیلی اون روز رو که امروز باشه دوشنبه سوم جمادی الاخری و هم شهادتش رو تصویب کرد. این عجیب شاهکاریه که شهادت ها هم در مجلس تصویب میشن. تا قبل از این تقویم های خود چاپ جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف، کتاب تاریخی هیچ جا کلمه شهادت دیده نمیشه. ها تو بعضی کتاب هایی که خود مراجع قبول نداشتن، یک داستان خود ساختگی از اینکه عمر رضی الله تعالی عنه ناراحت شد و رفت بر دروازه بی فاطمه کوبید و دروازه افتاد و به بیبی خورد و بیبی سقط کرد و جنین محسن بود و بعد از سقطش ایشون شهید شدن. اینا همه نمیخوره، واقعا این عجیبه که تعریف کردن اینشون چه ما رو ناراحت میکنه که عمر رضی الله تعالی عنه مگه همینقدر به اصطلاح بر آل محمد صلی الله علیه وسلم دخترشون ظالم بوده که بیان دخترشون رو اینطور جرأت کنه؟ عمر امروز شما کسی جرأت نمیکنه بر نامش بی فاطمه تکه جگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم، بضعة النبی صلی الله علیه وسلم. فرمودن کسی که بی فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده. اونم این مورد کوچیکی بود که بی حضرت علی رضی الله تعالی عنه میخواست زن دوم بگیره. آن حضرت صلی الله علیه وسلم مقداری ناراحت شد، گفت که بیبی ناراحت میشه، کسی که بیبی فاطمه رو ناراحت کنه منو ناراحت کرد. ما خیلی ارزش قائلیم بیبی فاطمه، این اصلا اجازه نمیدیم کسی چنین داستان توهین آمیزی رو بیان کنه. این غلط سراسر. و اگر تو کتابهای تشیع ها ظاهرا حاشیه و غیره اینا رد کردن و مراجع تقلید هم اعزام رد کردن. آیت الله نوری از مراجع بزرگ شیعه ها رد کرده. چه حرفی که میزنید شما؟ همه صحابه رو زیر سوال میبرید. خود حضرت علی شیر خدا زیر سوال میره. کجاست شیریت حضرت علی؟ کجا اسدالله الغالب؟ نتونست عمر رو بزنه؟ نتونست جلوی ظلم رو بگیره که بر همسرش؟ الان شما هرچه بی ایمان باشید، هرچه ضعیف الهمت باشید، اگر کسی به اصلاح کمترین اهانت رو به همسر شما بکنه، چیاد بیاد بکشه و بچه شما رو بکشه، تخته بیاندازه، خونه شما رو آتش بزنه، شما خودتون رو به کشتن میدید. این علی شیر خدا هست. حسن حسین بعدا چرا این قضیه رو استناد نکردن که مادر ما رو کشتی؟ چرا بعدا حضرت علی دختر بی فاطمه رو، ام کلثوم رو، به نکاح خود حضرت عمر داد؟ و اینا همه چیزایی که در تضاد فی العقیده. لذا من از اینجا این بیان کردن این داستان خودش توهین به بی فاطمه و حضرت علی هست. نباید اجازه بدن چون این داستانی بیان بشه. و مشکل بعدی اینه که تو شهرهای ما که 90% 99% مثلا سراوان سنی هن. 1% هم نیست. حالا من احتیاطا میگم هیچ سنی بومی نداریم در سراوان. یک شهرداری رو از کجا آوردن، به کرایه اجاره کردن دیگه.
چون که اینا اجاره یعنی یک سالانه قراردادشون بسته میشه. یک شهردار رو بیارن از اهل تشیع کل با پول ما ملت خیابانا رو سیاه کنه، یعنی چی؟ کدوم منطق اجازه میده؟ ما قائل نیستیم اصلا، که شما هم قائل نبودی قبلا، تازه پول هنگفتی هر تابلوی بزن اینجا و سیاه کنو. حالا کسی خودش چیزی قائل طوری بکنه که دیگران ناراحت نشن. حالا خیلی عذر میخوام، ما بگیم مثلا امام راحل امام خمینی فوت کرده رفته، ما بگیم شهیدش کردن، شما ناراحت نمیشید؟ میشید، چون که کی شهیدش کرد؟ ظاهر از خود شما یکی در میاد دیگه. همین رفسنجانی قضیهش هست، تا کسی بگه شهیدش کردن، خب ناراحت میشن، نکی کرده، کجا کرده، اون کل بحث جنجالی هست. اما تاریخ رو دستکاری نکنیم دیگه، تاریخ بر جای خودش مستقیم هست، تاریخ نباید دست زده بشه. و این تاریخ تنها در ایران نیست، کل بلاد میبینن. و بعد وقتی شما میگی عمر این کار رو کرده، هیچ وحدت نه، میلیاردها پول نه، صدها میلیارد اصلا مردم با پول بخرید، وحدت شما ناکامه. وحدت زمانی که شما احترام بذاری به عمر، به ابوبکر. این صاف رو که راست بگم، شما اهل سنت خودشو فوش بده، به من فوش بده، به پدرم بده، هر یک از اهل سنت رو، اما به ابوبکر عمر نده، به عثمان نده. و 1000 ما بیم شرکت کنیم جلسه، 1000 اهل سنت بیان، یک جمله شما که بگید عمر قاتل حضرت بی فاطمه است، همه وحدتاتون رو آسمانه. هیچ. از این نقطه رو باید پی ببرید. چطور یک جا میخواهید به اصطلاح آتش روشن کنید، بعد روش آب بریزید، و یک جنگل درست کنید، بعد اونو آتش بزنید؟ اینا همه و ضررش اینه که در کشورهای بعدی ما اینجا صدامون در نمیاد. کسی که به عمر توهین کنه نزد علمای اسلام، بسیار از علما کافره، چون که من شتم عالما او فقیها فقط کفر. کسی که به عالمی فقیهی بدون عذر توهین کنه کافره، درست؟ خب عمر بزرگترین مسلمانه، بزرگترین فقیه، وی فتوا اونجا هم صدق پیدا میکنه. اون دست از علما که بنابر این مسائل به اصطلاح کفر میگن، دلالشون این هست. و بعد همین وقتی کفر میگن دیگه سرهم میکنن، کافرها رو باید به اسلام دعوت داد، قبول نکردن، بکشیم. و این مسائلی که شما میبینید پشت سر هم در کشورهایی که امنیتشون ضعیفه، پاکستان یا قدیما افغانستان بود، عراق بود، بم میبسته، مزه شیعه میرفته فلان، اینا همین اساسش اینجاه. چرا ما میاییم با معلول آیا بیایید که چرا اینو کشتن، چرا اینجور شد؟ خب بیاد یعنی اینا رو محکوم کنیم، محکومن، اما محکومیت ما چه فایده داره؟ محکومیت زمانی فایده داره شما علت رو درست، شما هر چی قائل هستید، شما اصلا بگیر که حسن، حسین، علی همه رو کشتن و صحابه کشتن، اما تنها برای خودت داخل خونه بگو هر چی میگی، به ما نگو دیگه، ما رو فوش نده، ما رو بد ویران نگو. این هم خیرخواهیه، ورنه با گفتن این 20 ساله که داره میگن، غیر از این که فتنه اختلاف رو بیشتر کردن و غیر از این که طبل اختلافات بیشتر شده، چی فایده داشته؟ چه سودی؟ که شما خودتون بزنید ده فاطمیه، چه سودی به فاطمه میرسه؟ چه سودی به اصطلاح خدمت عالم اسلام میرسه؟ این هم حرفای خیرخواهانه بود. امیدواریم که فکری برداشته بشه و مسائل بعد از این مدت طولانی که داریم با هم بحث میکنیم و داریم مذاکرات میشه، اینها رو باید عقلمندان اهل تشیع و فکرمندان اهل تشیع باید از من بردارن. در اهل سنت شما یک جمله که نسبت به اعتقادات اهل تشیع باشه نمیبینید. هیچگاه به خودشون اجازه نمیدن به هیچ یکی از اهل بیت، نه فرزندانشون نه کسانی دیگه، یک جمله، نه نیم جمله هم نمیگن، به خود شما نمیگن، به هیچ که نمیگن، توهین اصلا نیست. اما این طرف پره و تازه داری میسازید هم جلوتر. اینا رو اصلاح بشه. باید غدیر رو اصلاح نکردیم که غصب خلافت شد، حالا اینو درست کردیم.
اینا باید اصلاح بشه تا بتونیم ما هم زندگی کنیم. تا کی قراره که ما سر یک دیگه بتوپیم؟ اونم ملاها. من میگم که شما این فتوا رو دادی، شما غلط کردی، شما بگی این بتوپیم و بعد سوء استفاده کنه دشمنان اسلام، سوء استفاده کنن کسانی دیگه. این مقداری باید عقلمندی به کار برد و این مسائل رو حالا نباید با کل اختیارات 100 میلیون شیعه و 1 میلیارد و 500 میلیون سنی بیفته دست 4 نفر که من همه شما رو ملعب و بازی خودشون قرار بدن. به عقلمندی کار بگیریم، احترام بگذاریم، توهین نکنیم. الله تعالی توفیق عمل عنایت بفرماید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.